سلام. طرحی که میخوام امروز بزنم یک طرح گری هستش. خیلی همیشه میپرسن که اجرای گری چجوریه. نمیدونم آیا روش خاصی داره، تزریقش عجیب غریبه؟ نه، گری یک رنگه، یعنی خاکستری. و این بحث گری رو شما هم میتونید با تکنیک سایه کار رو انجام بدین، مثل بقیه رنگ ها، اصلا هیچ فرقی نداره. هم میتونید با حالت رنگ کردن این کار رو انجام بدین. کاملا بستگی داره که شما میخوایی چه کاری انجام بدین. موضوع بعد اینه که یعنی یک چیزی که باز خیلی شاید سوال باشه، یه موضوع خیلی مهمی هست. شما وقتی که میرین یک ست میخرید، مثلا ست گری، ست خاکستری، اکثرا تشکیل شدن از مثلا 80 60 40 20 و هیچ موقع روی این ست ها ننوشته که این ست فقط مخصوص اون طرحه، یا شما فقط با این ست باید اون یکی طرح رو بزنید، یا این ست فقط واسه این طرح هاست، این یکی ست واسه اون طرح هاست. نه، یک ست رنگی هستش، یک ست خاکستریه که با تونالیته های مختلف هستش. خب ببینین، ست گری یا اصلا گری واش یا هر رنگ دیگه‌ای که شما در نظر داشته باشی تشکیل شده از تونالیته های همون رنگ. یعنی مثلا من وقتی که دارم راجع به ست گری صحبت میکنم، گری یک رنگ خاکستریه، اما شما برای اجرای یک رنگ خاکستری، اجرای یک طرحی با رنگ خاکستری، نیاز به تونالیته های اون رنگ داری، نیاز به توناژ های مختلف اون رنگ برای اجراش داری که بتونی اون تصویر رو به درستی کنتراستش رو در بیاری، یعنی هر توناژ سر جای خودش. حالا برمیگردم سر موضوع اصلی. گفته بودم که شما اگر یک ست بخوای بری بگیری، ست گری واش باشه، ست گری باشه، هر چیزی که میخواد باشه، معمولا تشکیل شدن از 80 60 40 20. یعنی چی؟ یعنی اینا ساخته نشدن که شما طرح‌های محدودی رو بخوای باهاش بزنی. شما هر طرحی رو میتونی با این بزنی. حالا داخل یک طرح با توجه به کنتراست اون طرح مشخص میشه که شما بالفرض مثال بیشتر از کدوم توناژ توی اون تصویر استفاده میکنی. پس مهم اینه که شما این توناژها رو بشناسی و بلد باشی توی یک اجرا از هر کدوم سر جای درست استفاده کنی. این از این. حالا طرحی که میخوایم بزنیم، مشکیاشو من توی یک جلسه زدم و الان میخوام بیام روی فضاهای کلا رنگ گریشو بزنم. حالا شاید یه جاهایی نیاز باشه باز اون مشکی رو من کار ببرم برای فید شدن بهتر رنگ ها. کرم حین کاری که استفاده میکنم کرم YMB هستش که میتونید از خود سایت YMB یا از فروشگاه آقا علی خریداری بکنید. خب این کارو که تقریبا نمیدونم چند ماه پیش بود، فقط در حد مشکی و رد انداختن و این چیزا بوده دیگه، بعدش فرصت نکردیم. حالا اومدیم سراغ ادامش. اینم که میزمون، رنگی که استفاده میکنم الکتروم، ست گری، سوزنا 5R 3RL 9 CM 13 CM، کراین کار، آب و
بریم سراغ اجرا. سوزنی که میخوام استفاده کنم سوزن 13 CM. من یه جاهایی رو تایم لپس میرم چون حجم ویدیو و تایمش خیلی زیاد میشه دیگه، آپلود کردنش داستانه. با توجه به این سرعت نتی که ما توی این ایران داریم متاسفانه نمیشه کل ویدیو رو من ضبط بکنم آپلود بکنم. خب فضاهای مشکی زده شده. کاری که میخوام انجام بدم الان با رنگ 80% گری شروع میکنم به رنگ کردن. داشتم تازه میلاد یه ویدیو آپلود کرده بود داخل یوتیوب، خیلی جالب بود در مورد حالا چه مدتی که شروع کرد، فضایی که شروع کرده بود. داشتم من تازه نگاهش میکردم، مثل جالبی که داخلش بود. داشت میگفت که هر کاری که انجام میدم خیلی براش مهمه که بلد باشه دقیقا داره چی کار میکنه. یعنی ادعا نمیکنه که بهترین اون کار هست یا هدفش این نیست که بهترین اون کار بشه. چیزی که خیلی مهم بوده، یعنی مهمه واسش، اینه که واقعا بدونه داره چی کار میکنه. یعنی دیگه واسش دوست نداره سوال پیش بیاد این سوزن رنگو داره چجوری تزریق میکنه. این چیزی که ما همیشه تو لایو که میذاریم 90% میان این پرسن نمیدونم سوزنتون چیه، ولتاژتون چیه. خب اینا همش دیگه یک سری اطلاعات خیلی پیش پا افتاده و ساده است که متاسفانه خیلی پرسیده میشه. و گفت از خودتون سوال بکنید اصلا این سوزن کارش چیه، کاربردش چیه. اینه داشت میگفت واسه من خیلی جالب بود. میگه اصلا باید بدونی این سوزن رنگو داره چجوری تزریق میکنه و این باید واسه سوال بشه و اینو یاد بگیری. جای اینکه به این فکر باشی این طرح با چه سوزنی زده میشه، شما برو سوزنا رو خوب بشناس، چیدمان سوزنا رو بشناس، کاربردشون رو بشناس. این از همه چی مهمتر و خود این شما رو به جوابی که میخواید میرسونه. هنوز دارم با همون رنگ 80% کار میکنم. یکم زوم تر بکنم شما این نحوه سوزن زدن رو یکم ببینید.
این رعایت کردن کنتراست یعنی اینکه وقتی که این ور چهره روشنه این ور تیره است، قرار نیست من این 80% خاکستری که دارم این سمت تیرگی ها رو میزنم، قرار نیست واسه قسمت های عمیق این سمت هم من بیام 80% بزنم. یعنی خود به خود من باید توناژایی که دارم و ببینم روی پوست چه رنگی هستن، یعنی خوب توناژامو بشناسم، خروجی هاشو بدونم، و اگر من همین کنتراست رو بخوام پیاده بکنم مشابه تصویر، باید فضاهای تیره و عمیق این سمت روشن‌تر از فضاهای تیره این سمت باشه که بتونه اون کنتراست رو من بده. و این موضوع خیلی مهمه که کمتر دیده میشه توی اجراهایی که خیلی از هنرجوها یا همکارا میزنن که فوق‌العاده به درک توناژ، بحث تونالیته، بحث کنتراست که اینا همه تو بحث نقاشی و طراحی هست و این موضوع خیلی ربط داره و بستگی داره. هرچی شما نقاش قوی تری باشی، درکت نسبت به این چیزایی که دارم میگم خیلی بیشتر میشه. خب سوزن رو میشورم. رنگ روشن‌تر، فقط یک لول روشن‌تر. برای اجرای فضاهای روشن نه، یک کوچولو از این تیره به سمت رنگ متوسط میخوام بیام، یعنی فعلا با رنگ‌های روشن کار نداره. خیلی وقتا هست خیلی از حالا هنرجوهای خودم یا سوال خیلی هست که میپرسن که رنگ روشن میزنی خوب تزریق نمیشه یا خودشو خوب نشون نمیده. یکی از مهمترین دلایلی که این سوال واسهتون پیش میاد اینه که شما فضا رو برای گذاشتن رنگ روشن آماده نمی کنی و توی جای نادرست که ازش استفاده می کنی با زور و فشار خیلی زیاد میخوای اون رنگ رو نشون بدی که خود این قضیه باعث میشه که اون رنگ هیچ وقت نتونه به خوبی خودشو نشون بده و این موضوع خیلی مهمه.
یه چیز دیگه که خیلی مهمه این که شما توی اجرات گم نشی. یهو از شرق نمیپرم غرب، یهو از این سمت نمیام پایین بعد نمیرم بالا، یه سمت رو کامل تموم میکنم بعد میرم سراغ فضای بعدی. اگه این کار رو انجام ندی خود این قضیه شما رو گیج میکنه تو اجرا و اذیتتون میکنه. اگر باز مسلط به نقاشی نباشی. خب این فعلا تا اینجا بخشی از اجرا. هنوز کار داره ولی بریم سراغ قسمت پایین. من تا اونجایی که بتونم سعی میکنم درست فیلم برداری کنم. خب تقسیم بندی میکنم کارو. این تیکه رو زدم، الان میام رو قسمت سیبیل و لبها، بعد میرم روی ریش، بعد میام این سمت، بعد میام این سمت. یعنی طبق تقسیم بندی که انجام میدم هر قسمت رو انجام میدم میرم به سمت میرم واسه فضای بعدی. همونجور که گفتم یهو از اینجا نمیپرم این ور بعد برم بالا. خب سوزن 9 CM خب این بزن. میریم سراغ بازم از رنگ تیره، رنگ 80% موی. معلوم آره یه ذره باید بره بالاتر. دارم ویدیو رو میبینم. نه اوکیه. چه جا؟ به
چرخ به هم توی ویدیو یوتیوب میمونه. این هست ولی چرخ هست. خب طبق سایه‌ای که روی سیبیل افتاده کارو پیش میبریم. یعنی با این توناژی که دارم کار میکنم، همین توناژ 80، سایه های تیره‌ای که ایجاد شده رو در میارم. فضایی که پهنه با پهنای سوزن، فضایی که با باریکی سوزن. تتو رو باید جوری اجرا بکنی که از همین فاصله‌ای که شما دارید ویدیو میبینید، اگر خواستین فیلم برداری انجام بدین از همین فاصله باشه. زومی هم قراره انجام بدین، گوشی رو باید ببرید جلو، نه از 2 متری فیلم برداری بکنید و بعد یه اسکرین بگیرین. بعد این اسکرین رو 90% آرتیستا متاسفانه زوم میکنن، تو استوری اعلام میکنن زوم یعنی گوشی باید بیاد نزدیک. کل صحبتم الان، هدف از این صحبت اینه که سعی کنیم کار درست خودمون انجام بدیم. یعنی اگر ضعفی تو اجرا هست که از نزدیک فیلم برداری نمی کنی، سعی کن اونو برطرف بکنی، نه اینکه مسیرتو کج بکنی به سمت یک مسیر دیگه بری. اینجا یه جوش بود، جوشه رو زدم ترکوندم. با لبه سوزن اون فضاهایی که حالا اون بافتای تیره‌ای که وجود داره رو ایجاد میکنم. با پهنای سوزن اون سایه هایی که باید بزنم رو
خب بخشی از کار رو پیش بردیم. فضاهای تیره خاکستری یک سری جاها اینجا رو اجرا کردیم، اما خب توی لایو این اینستاگرام بودیم و گفتم که بقیهش رو بیام ویدیو بگیریم توضیح بدیم. خب همونطور که گفته شد توی این فضا نور بیشتری به این سمت خورده و نور کمتری به این سمت، یعنی توناژ های این ور باید تیره تر از این ور باشن و کنتراست در تمام فضاهای تصویر باید رعایت بشه. خب نمیشه دستم بزنم. اوکی. چشم باریدم تو رو تا دیدم. تو هر موقع دردت میاد این موزیک رو میخونی ها؟ چشم باریدم تو رو تا دیدم. با هم بازی کرد شدم تاریکم. کردی با پوستم مایی چیکار کردی با دلم چیکار کردی با پوستم مایی. پشت خیلی درد بشین اوکی هم. خب رنگ سفید رو میخوام بزنم. سوزنی که برمیدارم سوزن 13 CM. اول فضاهای بزرگ رو میخوام بزنم که بیشترش روی صورته. سفید من بورد فیمس. تزریق رنگ سفید هیچ فرقی با بقیه رنگا نداره، فقط شما باید فضا رو برای تزریق رنگ سفید آماده کنید.
که خودشو بتونه خوب نشون بده. خب این اجرا تا اینجاست. انشالله جلسه بعدشو باز ببینیم کی آزاد میشیم، چون محسنه دیگه، غریبه نیست. دم دست. جلسه بعدش رو ببینم کی آزاد میشیم، جلسه بعدش رو اجرا میکنیم. هنوز پایینش هم خیلی سفید و این چیزا رو نزدم، چون دیگه بنده خدا درد داشت. به خیال شدم اینم بریم هیل پایین رو ببینیم با هم. داخلش رو نشون بده. اینم ناقصه. بیشتر بچرخونش. اینم باید کامل بکنیم. ویدیوی همه اینا رو میذارم تو یوتیوب. فعلا